عبدالقیس عبداللویف یک روحانی 43 ساله نویه قمسنگیر را روز 28 ایول در ریاست کمیته دولتی امنیت ملی در ولایت ختلان بازپرسی کردند. به گفته منبع پایگاه خبری بامداد، مخدوم عبدالقیس را مخصوص برای صحبت با مقامات از قمسنگیر به شهر بختر آوردند، ولی بعد انجام بازپرسی جوابش دادند. همصحبت بامداد میگوید بازپرسی مخدوم عبدالقیس ظاهراً به معویزه او در مراسم دفن قاری میرزامودین رؤوپوف در دهه ویان جماعت وحدت نویه وخش بستگی دارد. قاری میرزامودین صبح 22 ایول در سن 65 از سرطان شش وفات کرد. یک همصحبت بامداد گفت وقتی جنازه قاری را به قبر گذاشتند و بالایش را با خاک میپوشاندند، عبدالقیس عبداللویف در سر گور کوتاه شاید یگان 5 دقیقه صحبت کرد. او از جمله گفت در نزد درگاه خداوند شخص قدر دارد مثل قاری که عالم باشد. وزیر و پادشاه مثل یک عالم قدر ندارند. شاید امین قیاس اعتباری قاری با وزیر و پادشاه سبب برای صحبت دعوت شدن او شده باشد. این نخستین مورد برای قیاس ناجا در مویزه هایشان مورد تعقیب قرار گرفتن روحانیان در تاجیکستان نیست. روز 19 اپریل عبدالحق عابدوف معروف به مخدوم عبدالحق سرخطیب نویه شاه منصور شهر دوشنبه از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی دستگیر شد و تنها بعد 2 ماه بازداشت در نیمه ماه ایون آزاد شد. مقامات امنیتی آن وقت گفته بودند که مخدوم عبدالحق و 5 نفر دیگر را به پیروی از جریان مذهبی در تاجیکستان ممنوع سلفیه متهم می شوند. ولی منابع سامانه بامداد خبر داد که مخدوم عبدالحق را برای یک سخنرانی پرسر و صدایش در مراسم دفن دامالله حکمت الله دستگیر کردند. دامالله حکمت الله یکی از معتبرترین از روحانیان سنتگرای تاجیک روز 13 اپریل در سن 80 از عالم چشم پوشید و روز 14 اپریل در زادگاهش در دهه غلمان نویه تاجیک‌آباد به خاک سپرده شد. در مراسم دفن او هزاران نفر اشتراک کردند.